سلام، من عمو رحمتم و به کلبه من خوش اومدید. برگشتیم با دسر سایلنت هیل 4. بازی سایلنت هیل 4 یکی از افتضاح ترین نسخه های این مجموعه است. بازی که هم از لحاظ داستان و هم از لحاظ گیم پلی خیلی ضعیف بود. من به شخصه نقد زیادی دارم به این بازی و اول میخوام نظر خودم رو نسبت به این نسخه براتون بگم. قبل از هر چیز یادتون نره که برای حمایت کردن از من حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. دیگه اگه خیلی خوشتون اومد برای دوستانتون بفرستید، اگه هم خوشتون نیومد برای دشمنتون بفرستید. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. بازی ایرادات زیادی داره. اولین چیزی که توی این بازی اعصاب منو خیلی خورد کرد صدا پیشگی هنری بود. به قدری متن و صداگذاری هنری بده که احتمال داره حین بازی چند بار تگری بزنید. گلاب بروتون البته. شما فقط یه تیکایی از صحبت کردن هنری رو ببینید. Are you okay? Man, what's that noise out there? Damn. بچه‌ها این نسخه سال 2004 ساخته شده. در واقع منتشر شده. اصلا میگیم سال 2003 ساخته شده. صداگذاری این نسخه از نسخه اول که در سال 1999 منتشر شد خیلی ضعیف‌تره. صداگذاری به کنار، اصلا خود شخصیت هنری اصلا دلچسب نی. هیچ جوره نمیشه باهاش ارتباط گرفت. من تو داستان سایلنت هیل 3 گفتم که با هدر زیاد حال نمی‌کنم، ولی شخصیت هدر خیلی بهتر از هنریه. شما تو نیم ساعت اول بازی میتونستین بفهمین هدر یه بچه تخس بیادبه، ولی توی نسخه چهارم هنری با دب ماس هیچ فرقی نداره. تنها چیزی که من از هنری در طول بازی فهمیدم این بود که هنری عکاسه. همین. نقد بعدی داستان بازیه. بازی بیس خوبی داره، یعنی داستان پایش اوکیه. یه بچه که ترکش کردن و این بچه به دنبال مادرشه. این بیس خوبی داره. ولی این چرت و پرتا چیه که وای بچه فکر میکنه اتاق مادرشه، بعد میره تحقیق میکنه میفهمه باید 21 نفر رو بکشه تا روح مادرش آزاد بشه. اصلا چرا 21 نفر؟ شاید در ادامه بفهمیم، ولی واقعا درک نمیکنم چرا 21 نفر. نقد بعدیم به شدت طولانی بودن بازیه. بازی واقعا طولانیه، یعنی طولانی که حالت رو به هم میزنه. حالا اگه مثلا مثل نسخه دوم بود مثلا 100 ساعت گیم پلی هم داشت بازم آدم عشق میکرد، ولی واقعا این نسخه رو نمیتونید تحمل کنید. به قدری بازی طولانیه که من نصف محتوای چرت و پرت رو از داستان حذف کردم. مورد بعدی بگ زدن به اتاق 302. به قدری مسخره و حوصله سربره که واقعا توضیحی ندارم بدم. تنها نقد مثبتی که نسبت به این نسخه دارم دشمنای بازیان. واقعا دشمنای این نسخه خیلی باحالن. اینم از نقد من. بعد از انتشار نسخه سوم سازنده ها میخواستن یه دنباله‌ای واسه سایلنت هیل 3 بسازن. بنابراین این دو نسخه تقریبا همزمان با هم ساخته شد. البته قرار بود سایلنت هیل یه سگانه باشه، ولی خب بعدش سازنده ها تصمیم گرفتن نسخه 4 رو بدن بیرون. در ابتدا قرار بود نسخه 4 یک اسپیناف به نام سایلنت هیل اتاق 302 باشه، ولی خب متاسفانه سازنده ها تصمیم گرفتن این نسخه 4 باشه. متاسفانه برخلاف عقیده های من این نسخه با استقبال زیادی روبرو شد و خیلی ها اونو تحسین کردن. یعنی سلیقه‌تون عالیه، اصلا کیف کنید. ولی یه عده آدم باهوش نقدایی داشتن، مثل نبودن رادیوی دوست داشتنی، چراغ قوه و از همه مهمتر که من چرا یادم رفت بگم پایان UFO. خدا لعنتتون کنه، این بهترین پایان هر نسخه‌ای بود، چرا حذفش کردین؟ و خب همچنین بگ زدن به اتاق 302. بریم سراغ نکات جالب و ایسترگای بازی. همونطور که اول ویدیو گفتم دشمنای بازی خیلی خوبن. اسم یکی از این دشمنا تو این ویکتیم هستش، به همون معنای دو قربانی رو داره. این هیولا نماد بیلی و میریام لوکانه که قربانی‌های والتر بودن. توی نسخه دوم اگه یادتون باشه به این موضوع اشاره شده بود. الحق و الانصاف طراحیش هم فوق‌العاده است. مورد بعدی اینه که وقتی شما از توی چشمی بیرون رو نگاه می‌کنید، رد دست 15 نفر رو روی دیوار می‌بینید. حالا اگه هی جلوتر برید هی قربانی‌ها زیادتر میشن و رد دستای روی دیوار هم زیادتر میشه. توی پذیرایی خونه یه قاب عکس وجود داشت از یکی از معماری‌های ایتالیا. هنری درباره این تابلو میگه که من اینو از صابخونه آقای ساندرلند گرفتم و بعد ادامه میده که مثل اینکه چند سال پیش پسرش و عروسش به سایلنت هیل رفته بودن و دیگه هیچ وقت پیدا نشدن. میفهمیم فرانک ساندرلند بابای جیمز ساندرلند شخصیت اصلی سایلنت هیل 2. من تنها جایی که با بازی حال کردم همینجا بود. یادتونه توی سایلنت هیل 2 مری پرستار به اسم ریچل داشت؟ توی این نسخه اشاراتی به ریچل میشه، مثل اینکه اون قبلا تو همین آپارتمان بوده و یکی از همسایه‌ها به نام مایک عاشقش میشه. مایک شروع میکنه نامه‌های عاشقونه فرستادن و اینا، و ریچل هم اهمیتی بهش نمیداد، تا اینکه یه روز از دست کاراش خسته میشه و طرفو میاره تو خونش و تا میخورد کتکش میزنه. والتر هم این صحنه رو تو بچگیش میبینه و این کار رو یکی از الگوهای قتلش قرار میده. نکته بعدی، یادتونه وقتی اولین بار والتر رو میبینیم بهمون عروسک میده؟ اگه عروسک رو بگیریم همچین اتفاقی میفته.
نکته آخرم این بود که قرار بود راجع به اون 21 قربانی باشه که چرا اصلا باید 21 نفر باشن و من هر چی گشتم پیدا نکردم. فکر کنم همینطوری یه عدد سرهمی یارو برداشته گفته 21 نفر. چه 21 نفر آخه خیلی زیاده بابا. بریم سراغ بیوگرافی کاراکترها. هنری یک مرد جوان و آرامه که هرگز احساسات خودشو نشون نمیده. هنری کلا ساکت و درونگراست، به قدری که دوست آشنایی هم نداره و همسایه‌هاش هم خیلی گذرا اونو میشناسن. هنری عکاسه و تو کارش هم خیلی حرفه‌ایه. اون به جمع کردن تیکه کاغذها و کتابا و مجلات علاقه داره. برخلاف شخصیت‌های قبلی، هنری صرفاً تصادفی وارد یک ماجرای وحشتناک شده. همش هم از نقل مکان به اتاق 302 شروع شد. درباره سن هنری بحثایی وجود داره که خیلی سال قبل تو سایت رسمی بازی که الان اون مطلب پاک شده اشاره شده که هنری تقریباً 20 سالشه. معنی اسمش هم حاکم خونه است و معنی فامیلیش که فامیلیش تاوزند بود اگه اشتباه نکنم در انتهای یک شهره. اشاره به این داره که هنری تو اون آپارتمان از بقیه جداست. قاتل سریالی بود که به دلیل شستشوی مغزی و اینکه از کودکی پدر و مادرش ترکش کردن و تو بچگی هم همش تحت اثر شکنجه قرار گرفته بوده، دست به قتل 19 نفر زد. اون به خاطر اعتقادات اشتباهش فکر میکرد که اتاق 302 مادرشه. برای همین برای آزاد کردن روحش تصمیم به اجرای مراسم 21 قربانی کرد. در اون مراسم 21 نفر رو باید می‌کشت تا روح مادرش آزاد بشه. والتر معتقد بود گناهان بشریت با کشتن مردم پاک میشه و همین باعث به وجود اومدن بهشت جدید میشه. والتر زندگی بدون عشقی داشت. وقتی که بزرگ و بی خانمان بود، دختر کوچولوی عروسک خودش رو به اون داد و اون دختر کسی نبود جز آیلین. والتر با گرفتن عروسک اشک ریخت چون تا به حال کسی به اون محبت نکرده بود. دلیل اینکه والتر اتاق رو مادر خودش میدونست این بود که اون دالیای بی پدر و مادر به این بچه گفته بود که روح مادرت اونجاست. این بدبخت هم اشتباه فهمید. والتر از باباش هم متنفر بود چون باباش با مادرش خیلی بد رفتاری میکرد. گذشته والتر خیلی دردناکه. از بچگی شکنجه روحی و جسمی باهاش میکردن. وقتی میخواست به سمت اتاق 302 بره، بقیه همسایه‌ها اونو اذیت میکردن و همین باعث شد والتر از همسایه‌ها بترسه. خیلی جالبه. اصولا والتر با بیشتر قربانیاش یه آشنایی ریزی داره. مثلا یکیشون نگهبان یتیم خونه آقای اندرو یا همون آیلین که عروسکشو به والتر داد. والتر توی نوجوانیش هم با سینتیا برخورد کرده بوده. والتر به اون درخواست دوستی داده بود و سینتیا هم به اون گفته بود که کثیفی اما خوشتیپی. مسلما جواب سینتیا نبوده. والتر هم تا زمان کشتنش اونو تعقیب می‌کرده. براتون 21 قربانی والتر رو به ترتیب میخونم. نفر اول جیمی استون بود که یک کیشیش تو همون فرقه اوردر بود که اعضا بهش میگفتن شیطان سرخ. نفر دوم بابی راندولف بود که یک دانش آموز بود. بابی به همراه دو تا از رفیقاش به نام سین مارتین و جسپر گین عاشق این اعمال فرقه اوردر بودن. جسپر هم که یادتونه. نفر سوم سین مارتین بود که والتر جنازه اونم گذاشت کنار بابی. نفر چهارم استیو گارلند که یک مغازه حیوانات خونگی داشت. نفر پنجم ریک آلبرت که مدیر یک مغازه لوازم ورزشی بود. نفر ششم جورج رویتن بود که رفیق قربانی اول جیمی استون بود که اونم یک کشیش بود. در واقع این جورج بوده که مراسم 21 قربانی رو به والتر یاد داد. نفر هفتم و هشتم بیلی و میریام لوکان بودن. نفر نهم ویلیام گریگوری که یک ساعت فروشی داشت. نفر دهم اریک والش که یک مغازه عرقخوری داشت. نفر 11 هم خود والتر بود که توی زندان خودکشی کرد. اینکه چطور با اینکه مرد ولی به کارش ادامه داد رو اینطوری گفتن که وقتی مرد یک مراسمی انجام داد که بعد از مرگش روحش به بقیه کارها ادامه بده و در واقع این روحش بوده که جسدش رو برد توی انباره اتاق 302. نفر 12 پیتر والز که یک معتاد بود. نفر 13 شارون بلیک که خود فرقه اوردر هم می‌خواستن اینو بکشن. نمیدونم چرا چیزی هم پیدا نکردم. نفر 14 توبی آرشولد که اینم یک کشیش بوده و در واقع مدیر یتیم خونه هم بوده. نفر 15 جوزف شرایبر که همون کسی بود که قبل از هنری تو اتاق 302 زندگی میکرد. نفرای بعدی هم که دیدیم تو بازی. یه نکته باحالم این بود که صدابیشه والتر تو نسخه 4 در واقع صدابیشه دکتر مری توی نسخه دوم بود. ای کاش میشد این دوتا رو به هم دیگه ربط داد. آیلین شخصیتی مهربان، دلسوز و برونگرایی داره. اون اولین کسی بود که از نبود هنری خبردار شد و فوراً صاحبخونه رو خبر کرد. اصولاً آدمیه که دیگران رو به خودش ترجیح میده. آیلین اولین کاراکتری که در این سری به کاراکتر اصلی در جنگ کمک میکنه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و بالاخره پرونده سایلنت هیل رو جمع کردیم.
منتظر سری جدید باشید. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کرده باشین و واسه دوستانتون هم فرستاده باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.